بازداشت صابر ولیف از مخالفان سابق رژیم رحمان. مرگ مرموزی یک سرباز در شهر وحدت. هشدار سفیر امریکا به حکومت و تاجران تاجیکستان. اعلام خسارات حوادث طبیعی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان. پایگاه اصلاح با استناد به منابعش در تاجیکستان خبر داد که صابر ولیف بازداشت شده است. این مخالف سابق حکومت امامعلی رحمان با وعده عفو ترک مخالفت کرده به تاجیکستان برگشته بود. منبع می‌نویسد علیه ولیف طبق ماده معروف 307 کودکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده و همراه با او 7 نفر دیگر نیز بازداشت شدند. در رابطه با شرح بیشتر قضیه، محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاه اصلاح در صحبت با پیام گفت: خب سلام. در مورد صابر ولیف همین را باید بگویم که از تاریخ 30 اوگوست سال 2022 از طرف میرزاخانوف، جمشید میرزاخانوف یا پروکراتور گنرالی بر علیه او و 7 نفر همراهان دیگرش که فعلا در مورد اون 7 نفر ما کار خود را ادامه داده ایستاده‌ایم. دلایل جنایتی باز شده است. البته تا آن معلوماتی که به ما رسیده است، میرزاخانوف جمشید یا سنگوف، گنرال سنگوف، نظارت بر کارخانه های دولتی یا آن مؤسسه های دولتی که به کروپسیا، یعنی نظارت از روی کروپسیا است در ساختارهای دولتی. اما ما چنانه که در مطلبی که در اصلاح هم نشر شد، در مورد بحران شدن وضعیت داخلی میانی خود یعنی یوسف رحمان و بعضی از افرادی که مربوط به رستم امامعلی و شارق سعیدوف و آنچه که مورد گروپ چنم دارد اوستو گروپ مال رستم است، به همین خاطر این امکانی مشکل شدن در وضعیت اونها وجود دارد. این چنین در مورد ماده 307 دلایل جنایتی کشودن، ماده 307 پاپولار نگید، یعنی خوب دیگر برای هر یک شهروند تاجیکستان این ماده معلوم است که چی است. کشودن دلایل جنایتی این هم یک چیزی خیلی جالب. یوسف رحمان قدرت نمایی خودش شروع کرده است، نه فقط تنها به آنچه که مربوط به یعنی نزدیکان رستم و کمانده رستم است و این چنین حتی با دادر عروس امامعلی رحمان و حسن اسدالله زاده و این کارهاش ادامه دارد. اما این که چی چیز وجود دارد در این زیر این باز هم ما یعنی نمیدونیم که چی چیزهای دیگری در اینجا وجود دارد. مهم همین رو میتونیم گفته که مبارزه کلان، مبارزه رسیدن به قدرت وجود دارد فعلا و این ادامه دارد. اما هستن افرادی که میگویند صابر ولیف زندانی نیست، اما تا آن معلوماتی که به ما رسیده است صابر ولیف زندانی است. اما در مورد اون 7 نفر همراهانی که جمشید میرزاخانوف بر علیه اونها یعنی که طبق فرمان خود یوسف رحمان پروکرور گنرالی دیلک شده است، ما در مورد اون 7 نفر بالا که 8 نفرش صابر ولیف از کار داریم و آینده یعنی که در این قضیه میتونیم برای یعنی بیننده و خوانندگان شما معلومات بیشتری بیان. صابر ولیف در سابق از مخالفان و معتقدان فعال حکومت امامعلی رحمان بود و حتی به راهبری یکی از گروه‌های مخالف در خارج رسید. اما اولی سال 2020 اعلان کرد که همه پرونده‌ها علیهش قطع شدند و او به تاجیکستان برمیگردد. گفته می شود عفو ولیف و برگردانیدن او به تاجیکستان از دستاوردهای شاهرخ سعیدزاده، سردار ریاستی کافتوکاو جنایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و از دوستان نزدیک پسر رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه رستم امامعلی چون تبلیغات علیه مخالفان به خصوص حزب نهضت اسلامی و پیمان ملی تاجیکستان استفاده شد. یک سرباز وزارت مدافع تاجیکستان به طور مرموز درگذشته است. با اطلاع رادیو آزادی، عبادالله دادف، ساکن ناحیه واسع که 18 سال داشت، ماه نوامبر سال گذشته به ارتش رفته بود
و در یک قسم نظامی وزارت دفاع در شهر وحدت خدمت سربازی میکرد. لایق دادوف پدری عبادالله در صحبت با رادیو آزادی از علتی که سبب مرگ پسرش شده است اظهار به اطلاعی کرده است. او گفته است روز 9 اپریل امسال با پسرش تلفنی صحبت کردند ولی 10 اپریل جسد او را به پیوندانش تحویل دادند. پدرش میگوید برای دقیق کردن مرگ عبادالله دادوف به مقامات عریضه نوشته است. در همین حال یکی از نزدیکان عبادالله در صحبت با منبع گفته است جسد را دیده است که مرحوم از پشت سرش ضرب خورده بود. لایق دادوف هم این مورد را رد نکرده است. بنا به گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل در 3 سال از سال 2019 تا سال 2021 زیاده از 100 سرباز نیروهای مسلح تاجیکستان اکثرا در حالتهای مرموز به هلاکت رسیدند و در طول 3 سال 639 مقام رسمی فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی مجازات یا تنبیه شدند. سفیر جدید آمریکا در تاجیکستان گفته است روسیه تلاش به دور زدن تحریمات آمریکا و غرب از طریق کشورهای آسیای مرکزی می نماید که در این ضمن احتمال تحریم کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان نیز وجود دارد. به نوشته آزیا پلوس ضمناً آقای میکالر از حکومت تاجیکستان و تاجران کشور دعوت کرده است تا با فهرست تحریمات آمریکا و غرب که در دسترس عموم قرار دارند آشنا شوند. همچنین سفیر تازه تعیین ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان توسعه رشد امکانات اقتصادی، تقویت یکپارچگی، امنیت مرزهای تاجیکستان، هماهنگی توسعه مؤسسه‌های اداری مسئول و مؤثر را از اهداف عمده همکاری‌های واشنگتن با دوشنبه گفته است. با گفته او تنها در سال 2022 حکومت کشورش از طریق یوساید به تاجیکستان به میزان 40 میلیون دلار کمک کرده است. آقای میکالر افزود ما به عنوان یگانه سرمایه‌گذار عمده برای تاجیکستان باقی خواهیم ماند و برنامه‌ریزی می‌کنیم که در سالهای نزدیک کمکمان به این کشور را بیشتر نماییم که این 45 میلیون دلار علاوگی ایالات متحده آمریکا در سطح منطقوی و در چهارچوب لایحه تشبث تقویت اقتصادی آسیای مرکزی را شامل می شود. باید گفت روابط ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان پس از صاحب استقلالی کشور شروع شدند که واشنگتن از سال 1992 به این سو دوشنبه را 2 میلیارد دلار کمک کرده است. خسارات حوادث طبیعی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در طول 3 ماه امسال حدود 16 میلیون سومانی برآورده شده است. با اطلاع آزیا پلوس طی جلسه بررسی نتایج توسعه اقتصادی و اجتماعی ولایت در 3 ماه سال 2023 و برنامه‌ریزی برای نیم ساله دوم این آمار اعلام شده است. در مجموع در سال 2023 258 مورد از حادثه‌های طبیعی در قلمرو این ولایت ثبت شده است. در پی این حوادث 73 خانه در بدخشان تاجیکستان ضرر دیده است که 16 تا از آنها پورا خراب شده، 19 منزل دیگر قسما ضرر دیدند. در همین حال حجم عمومی ضرر 15.8 میلیون سومانی گفته شده است و کارهای برقرارسازی در این زمینه ادامه دارند. این آمار در حال مطرح می شود که کارشناسان نه همیشه آمارهای ارائه کرده مقامات تاجیکستان را سازگار به واقعیت می دانند. باید گفت در پی حوادث طبیعی ماه ژانویه امسال در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 18 نفر فوت دیده است که 16 مورد از این فوت‌ها در خاروخ و 2 مورد از آن در ناحیه ونج اتفاق افتاده است.